بانی عاشقتم بانی. این همون مکالمه‌ایه که بارها و بارها و بارها قراره تو کتاب بانی اثر مونا آواد بخونیدش. سلام دوستای گلابم، حالا احوالتون چطوره بچه ها؟ من امروز برگشتم با معرفی کتاب بانی یا همون خرگوشک اثر مونا آواد. بچه ها این کتاب بهترین اثر سال از نگاه گودریدز تو بخش هارر یا همون ژانر ترسناک شده. هرچند باید بگم اگه دنبال کارهای ترسناک از نوع روح و جنی و نمیدونم گوتیک و خون و خونپاشی و این حرفا هستین، این کتاب اون کاری نیست که دنبالشین. دلیل ترسناک بودن این اثر اون حس بدیه که به خواننده منتقل میکنه، یه جور حس مورمور شدن و البته دقیقاً به همین دلیل هم شاید اصلا مناسب همه نباشه. اگه دقیقاً بخوام بگم ترسناکی کارای خانم آواد از چه مدل ترسناکیه، باید بهتون پیشنهاد کنم فیلم آیز وایت شات رو ببینید. همون فیلمی که تام کروز و نیکول کیدمن توش بازی میکردن و در مورد یه فرقه عجیب غریبیه که تام کروز بهشون سر میزد. آره کلا این دوتا کاری که من از خانم آواد خوندم، یکیش همین بانیه و یکی دیگه‌اش هم کار روژ، کلا در مورد همچین چیزی هستن. یه فرقه خاص که توش داره کارهای عجیب غریب انجام میشه. یه سری آدم دور هم جمع میشن و یه سری آیین‌های عجیبی رو به جا میارن. حالا این وسط ممکنه یه قربانی هم در کار باشه، حالا تو این دایره که افراد دور هم جمع شدن. این کتاب بانی رو بچه‌ها من توی اینستامم معرفی کرده بودم، ولی اصلا نقدش نکردم، اصلا بازش نکردم و باید بگم این کتاب مفاهیم بسیار عمیقی پشت اون چند صفحش داره و بنابراین امروز تصمیم گرفتم اینجا واسهتون کامل اون قصه رو باز کنم. این که اصلا نویسنده هدفش از نوشتن این کتاب چی بوده و قضیه خیلی هم جالبه بچه‌ها، مخصوصا اگه حال و حوصله خوندن کتاب زبون اصلی ندارید. بهتون پیشنهاد میکنم تو این ویدیو همراه من باشید، چون میخوام توی مدت زمان خیلی کوتاه براتون کلا داستان رو بازگو بکنم و اهدافی که نویسنده با خلق این اثر به دنبالش بوده رو هم براتون پیدا کنم. و اما کتاب بانی اصلا در مورد چیه؟ قصه در مورد سامانتاست، دانشجوی یه دانشگاه خیلی تاپ، جایی که فقط آدم‌های الیت و مرفه میتونن توش درس بخونن، آدم‌هایی که دقیقاً تو نقطه مقابل سامانتای داستان ما. اما اینکه سامانتا چجوری وارد این دانشگاه شده؟ با معرفی نامه یک استاد نویسندگی. این دوره تحصیلی که سامانتا داره تو این دانشگاه میگذرونه دوستان یه جور دوره نویسندگی خلاقه که چند تا دانشجو هم بیشتر نداره و طی چند ترم تحصیلی از دانشجو انتظار میره که تونسته باشه خودشو واسه نوشتن یه پایان نامه درست حسابی که خب در مورد این رشته یه قصه درست حسابی آماده کنه. و اما روزی از روزها سامانتای داستان ما یه دعوتنامه دریافت میکنه. دعوتنامه‌ای از طرف همکلاسیای دیگه‌اش که دست بر قضا از همون ترم اول با هم دیگه دوست شدن و یه گروه تشکیل دادن و سامانتا هم توش راه ندادن. خب چون سامانتای داستان ما خیلی باهاشون متفاوت بود از همه نظر، چه ظاهر چه باطن، یه چیزی سامانتا رو قلقلک میده که این دعوت رو بپذیره، وارد اون گروه بشه تا ببینه زندگی کردن در هر حال به عنوان یکی از اون دخترها چجوریه. دخترایی که خیلی مرفهن و همچین همه چیشون داره میدرخشه و چشمک میزنه. و اما پس کجای قصه قرار خیلی عجیب غریب بشه؟ جایی که سامانتا وارد این ورکشاپ میشه و میفهمه یه جلسه درس خوندن گروهی که 4 تا دانشجو دور هم جمع میشن برای اینکه با هم دیگه بتونن تکالیفشون رو انجام بدن نیست و قضیه خیلی عجیب‌تر و فراتر از این حرفاست. دوستان اگه بخوام توی معرفی هیچ اسپویلی در کار نباشه باید دیگه همینجا ازتون خداحافظی بکنم، ولی اگه دوست دارید قصه رو بیش از این براتون بشکافم، یه کوچولو بریم جلو ببینیم مثلا تو اون گروه چه اتفاقاتی میفته و نویسنده اصلا چرا این قصه رو برای نوشتن انتخاب کرده، با من در ادامه ویدیو همراه باشید. دوستان در ادامه داستان اینجوری پیش میره که سامانتا وارد اون ورکشاپ میشه، ولی بعد کم کم یه اتفاق عجیب تر میفته. این دخترها پا میشن میرن طبقه بالا و بعد دور هم توی دایره میشینن و یه سری ورد و اورادی رو میخونن و بعد یه خرگوش سفید بیچاره رو میارن وسط اون دایره و قربانیش میکنن. اتفاق بعدی که میفته ناک ناک، 2 تا ضربه به در میخوره. یکیشون بلند میشه در رو باز میکنه و اونجاست که منتظر یه پسره
پسری که یه جورایی بهش میگن بانی بوی. بانی همون خرگوشه دوستان، چون اینا خرگوشا رو میکشن و به جاش یه پسر دریافت میکنن، اسم پسرا رو گذاشتن پسرای خرگوشک یا همون بانی بوی، که یه جورایی قراره تو چند ساعت آینده همنشین این دخترا باشه. این دخترا خیلی وقته که دارن این ورکشاپ ها رو برگزار میکنن، ولی پسرای بانی هیچ وقت کامل نشدن. یعنی چی دوستان؟ یعنی مثلا یه سری اندامهاشون کامل نمیشه و خب اکثر مواقع هم این آزمایشات اشتباه از آب در میاد. این اتفاق میفته که پسرا بعد چند کلمه حرف زدن شروع میکنن به جیغ و داد کردن، یه جورایی انگار میفهمن که از ناکجا آباد اومدن. و بعد یکی از اون دخترا مسئول میشه که با تبر اون پسر رو از کره زمین پاک کنه. داستان به آرومی دارک و دارکتر میشه دوستان، چون سامانتای ما اوایل خیلی از این فرقه و این کارهای فرقه‌ای که این دخترها داشتن میکردن میترسه، ولی بعد کم کم عملا خودش هم تبدیل میشه به یکی از اونا و یه جورایی همه اینا به هم مربوطه. میدونید اون بانی یا خرگوش سفیدی که اینا میارن اون وسط میکشنش، اون پسرایی که بعد قربانی کردن خرگوشا ظاهر میشن، بانی بویای داستان ما، و خود دخترها که عملا بانی گرلن، چون همدیگه رو همیشه خدا بانی صدا میکنن. و اما از یه جایی به بعد یه سری چرخش‌های قراره تو داستان اتفاق بیفته. یکی از بانی بوی‌های ما قراره یکم منحصر به فرد باشه و من دیگه ادامه داستان رو براتون تعریف نمی‌کنم، چون ترجیح میدم واقعا خودتون بخونیدش. و اما دوستان این قصه خاص و منحصر به فرد اصلا در مورد چیه؟ خود خانم آواد میگه این قصه در مورد خلاقیته و اینکه ایشون با نوشتن بانی میخواسته بفهمه خلاقیت واقعا چیه، ماهیتش چیه، آیا خلاقیت کسب کردنیه، آیا خلاقیت تقلیدیه، آیا میشه با 4 تا ورکشاپ و کلاس نویسندگی یه نویسنده خلاق شد؟ و من الان میخوام چند تا از مفاهیم مربوط به خلاقیت که تو این داستان بیان شده رو براتون بشکافم. اولین مفهوم دوستان ربط خلاقیت و هویت، فردیت به هم دیگه است. دوستان به این اشاره کرده بودم که کاراکترهای رو مخ کتاب ما، اون شرورهای انگار داستان ما، همش همدیگه رو با یه اسم صدا میزنن، بانی. هر کدوم واسه خودشون اسمای خودشونو دارن، ولی همیشه خدا دارن همدیگه رو بانی صدا میزنن. و این قضیه اوایل برای من خیلی رو اعصاب بود. وقتی داستانو میخوندم هی میگفت بانی I love you، میگفت بانی نمیدونم I miss you، میگفت فلان، و دیگه هی بانی 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 و اصلا معلوم نبود دیگه از یه جایی به بعد کی داره با کی صحبت میکنه. فقط میدونست یکی این دختره داره با اون یکی صحبت میکنه. و بعد به آرامی داستان که میره جلو، سامانتای داستان ما هم دیگه اسم خودش رو عملا از دست میده، چون بقیه سامانتا رو بانی صدا میکنن. و یه جاهایی از داستان حتی خانم آواد به این اشاره میکنه که سامانتا اسمش رو یادش نمیاد و این خیلی به نظر من زیباست. اون جاهایی که سامانتا دیگه اسمش رو یادش نمیومد، دیگه خودش هم نمیتونسته داستان کوتاهای قشنگی خلق کنه. سامانتا که وارد گروه این دخترا میشه، مدل لباس پوشیدنش، مدل حرف زدنش، همه چیزش با این دخترا فرق میکنه. ولی بعد یه مدت شروع میشه اول با ظاهرش این قضیه که شروع میکنه تغییر کردن، یه ذره شبیه اونا میشه، دوست داره شبیه اونا بشه، یه جورایی برای اینکه تو جمعشون پذیرفته بشه دیگه. و بعد این روند که ادامه پیدا میکنه دیگه، تو مرحله های آخر اسمش هم حتی عوض میشه و اسمش میشه بانی. آرمانهای شخصیش دیگه از بین میره و آرمانهاش میشه آرمانهای گروه. چی میخواد بخوره؟ باید ببینه گروه چی میخوان بخورن. لباس امروز چه رنگیه؟ باید ببینه گروه چی میخوان بپوشن. و همه جنبه‌های زندگیش کم کم تحت تاثیر اون گروه قرار میگیرن. سامانتا دیگه خودشو از دست داده و تبدیل شده به گروه، منش از دست رفته و تبدیل شده به ما. داستان به جایی میرسه که سامانتا حتی وقتی داره با خودش هم حرف میزنه از اسم بانی برای خودش استفاده میکنه. سامانتایی که قبلا به صورت خیلی خلاقانه به این دخترها لقبایی مثل کاپ کیک و وینیت و پرنسس و این حرفا داده بود، حالا تو ذهنش هم خودش و هم بقیه رو فقط یه چیز میبینه، بانی. اون انگار دیگه کم کم داره اون تفاوت‌هایی که قبلا میدید، اون جزئیاتی که بهشون توجه میکرد رو از دست میده. و دوستان همین تفاوت‌هاست که خلاقیت رو تو ما به وجود میارن. اینجا نویسنده میخواد به ما بگه خلاقیت با فردیت، با خود شخص خیلی در ارتباطه. و اینجا میرسیم به کانسپت بعدی این داستان که رابطه بین خلاقیت و تقلید رو میخواد به ما نشون بده. دوستان اون بانی گرلا نه تنها همدیگر رو بانی صدا میزدن، بلکه
حرف زدناشون هم خیلی رو مخ بود. نویسنده جملات این دخترها رو یه جوری مینویسه که همش تقلیدیه. اگه یکیشون یه چیزی میگه، اون یکی هم دقیقا همون جمله رو میگن و اینا همش جملات همدیگه رو تکرار میکنن. میدونین اینا هیچی نیستن، از خودشون هیچی ندارن و درونن شدن عین هم و به حد این ما پررنگ و بزرگه که به جای اینکه یکی بخواد فکر کنه یه جمله از خودش ادا بکنه، یه نظری بده، صرفا جمله اون یکی دیگه دختر تو گروه رو تکرار میکنه. وقتی بیانت با بیان یه نفر یکیه، یعنی دقیقاً تفکرت هم با تفکر اون یکیه. بالاخره ما چیزی که به زبون میاریم رو اول در موردش فکر کردیم دیگه. و خب وقتی اون مغزت عیناً شبیه مغز یکی دیگه کار میکنه که نمیتونی خلاق باشی. مغزی میتونه یک اثر خارق العاده خلق کنه که متفاوت از بقیه کار کنه. مفهوم بعدی که میخوام اینجا بهش اشاره بکنم رابطه بین خلاقیت و تجربیات شخصیه. این بخش ماجرا رو بچه‌ها نویسنده خیلی ماهرانه تو قصهش گنجونده. قضیه اینجاست این دخترها در حدی دلشون میخواست توی یک قالب و چارچوب خاص خلاقیت رو به دست بیارن که حتی به این درجه رسیده بودن که تجربیات شخصیشون رو هم میخواستن تو اون چارچوب خاص کنترل کنن. این دخترها شنیده بودن که هرچی تجربه های صمیمی نزدیکتری با جنس مخالفت داشته باشی، داستانهات خلاقانه تره. یه جورایی مثلا این تجربه ها الهام بخشت میشن و خب این کاملا هم درسته. بله دوستان، تجربه های شخصی ما با خلاقیت خیلی با هم رابطه دارن، ولی نه اونطوری که این دخترها میخواستن به دستش بیارن. اینا انقدری تنبل و لوس بودن که حتی اون تجربه شخصی که تو باید پاشی بری بیرون و کسب بکنی رو هم میخواستن توی چارچوب کاملا کنترل شده کسب کنن. یعنی به جای اینکه پاشن برن بیرون با 4 تا آدم حقیقی حشر و نشر داشته باشن، می اومدن پسرهایی که میخواستن باهاشون تجربه‌ای کسب بکنن رو می ساختن. ولی دقیق از این که اینها تجربه شخصی نیست. تجربه شخصی اونی نیست که تو کنترل تو باشه، اونیه که کسب کردی و خیلی اوقات ممکنه حتی همراه باشه با یک سری تلخی‌هایی، یک سری دلشکستگی‌هایی، یک سری احساسات بد و منفی. ولی اینا برای اینکه اجتناب بکنن از اون احساسات بد و منفی، میخواستن همین تجربیات توی چارچوب کاملا کنترل شده باشه. امیدوارم سرتون رو درد نیاورده باشن بچه‌ها، ولی طولانیه. میبینین تو همین کتاب کوچولو چقدر مفهوم بوده و اصلا این قضیه باعث شد که من دوچندان از خانم آواد خوشم بیاد. میدونید کتاب رژ رو که قبلا خونده بودم خیلی خوشم اومده بود از سبک خاصی که نویسنده داشت و بعد اومدم بانی رو خوندم و بیش از پیش هم برای خانم آواد احترام قائل شدم. و جالب اینو بدونید که مارگارت اتوود که نویسنده بسیار معروف کانادایی، مطمئنا اسمش رو شنیدید یا حداقل سریال خاطرات ندیمه رو شاید دیدید یا اسمش رو شنیدید که از روی کتاب ایشون اقتباس شده، برای مونا آواد احترام قائله و خب این باز احترام خانم آواد رو برای من دوچندان کرد. و بیای برگردیم به بقیه مفاهیم. دوستان مفهوم بعدی که خانم آواد خواسته در موردش صحبت بکنه ارتباط بین تنهایی و خلاقیت. سامانتای قصه ما تنها بود دوستان، هیچ کیو نداشت و اون گروه دخترایی هم که گفتم اون همکلاسیاش توی گروه خودشون، تو تیم خودشون راش نمیدادن و یه جوری اصلا سامانتا دلش هم نمیخواست وارد گروه اونا بشه. از اول داستان یه جوری اصلا براشون خیلی احترام قائل نبود، احساس میکرد خیلی بی‌هویتن و خیلی دوستن و این منزجرش میکرد. ولی میدونی از یه جایی به بعد ما آدمیم دیگه، هممون یه جورایی زندگی اجتماعی داریم و هممون ته وجودمون یه جایی هست که دلمون میخواد اون پذیرش جمع رو داشته باشیم و برخلاف سامانتا بانی گرلزای ما هستن، اونا هیچ جا تنها نیستن، همیشه یه خدا با همن. والا دیگه مثلا کم مونده تو داستان ببینی با هم دیگه دارن میرن دستشویی. و با توجه به اینکه ما روند افول خلاقیت رو در داستانهای سامانتا میتونیم در طول این قصه ببینیم، اون جایی که سامانتا تنهاست، خودشه، خیلی وقتا این تنهایی انگار داره اذیتش میکنه ها، ولی همون رنج کشیدن هم یکی از باعث و بانی های نوشته های خلاقشه و بعد هرچی از این تنهایی خارج میشه و بیشتر با اون گروه دختر شروع میکنه به گشتن و بیرون رفتن و یه جورایی حل شدن توی اونا، هی میبینیم که خلاقیت هم تو نوشتهاش کمتر میشه، هی میبینیم ایدهاش داره ته میکشه، مثلا یه جایی از داستان دیگه اصلا ایده نداره. و آره شاید برای همینه که ما میبینیم خیلی از نویسنده هایی که واقعا معروفن تو دنیا توی اون انزوا و تنهایی
تنهایی خودشون کار کردن. شاید واقعا تنهایی برای انسان چیز مناسبی نباشه، ولی برای خلق یک اثر هنری فوق‌العاده چرا. مفهوم بعدی رابطه بین خلاقیت و تلاش برای به دست آوردن خلاقیته. خانم آواد به نظر من تو این قصه میخواسته این رو به ما بگه که هرچی بیشتر تلاش کنی برای اینکه خلاق بشی کمتر خلاق میشی. یعنی میدونی میخواسته بگه خلاقیت اون چیزی نیست که اکتسابی باشه، یک چیز درونیه، یک اتفاقیه که برای تو ممکنه بیفته، تو مغزت تو سرت ممکنه اون اتفاق بیفته، اون میون تخیلاتی که توی سرت میگذره، نه اون بیرون. یه جوری احساس کردم از مصاحبه‌ای که از خانم آواد دیدم اصلا ایشون به کلاس نویسندگی اعتقاد نداره، چون احساس میکنه که نویسندگی یک چیز خلاقانه است و خلاقیت هم چیزی نیست که با کلاس بتونی به دست بیاری. میدونی وقتی من مثلا کلاس چه میدونم فیزیولوژی میرم، یعنی میام یک سری مفاهیم علمی رو یاد میگیرم، آخر سرم قراره یه امتحانی بدم یا فرضاً قراره از اون مفاهیم علمی استفاده بکنم. ولی قضیه اینجاست شما وقتی میری کلاس نویسندگی کسی نیست اینجا بخواد به شما ایده خلاقانه یاد بده. میدونی حتی شاید یک سری ایده هایی باشه، الان مثلا یه سری سایت هایی هستن تو میری توشون سرچ میکنی میگی مثلا ایده های جالب برای نوشتن و آره کلی ایده واسهتون ردیف میکنن. ولی میدونی چی میخوام بگم کلاس نویسندگی نمیتونه اینو بهت یاد بده که چجوری به یک ایده خلاقانه برسی. شاید یه سری ایده از پیش تعیین شده داشته باشه که بذاره جلوت، ولی که چطور به اون ایده خلاقانه منحصر به فرد خاص برسی رو هیچ کلاسی نمیتونه بهت یاد بده. هر چی سامانتا بیشتر وارد اون گروه شد، بیشتر فرو رفت توی عقاید اون گروه که در واقع تلاش بود مثلا با مطالعه آثار دیگران فاکتورهای خلاقانه رو در بیارن، میبینیم که کمتر داره خلاق میشه. شما با زورچپونی اون فاکتورها نمیتونی هیچ وقت به یک اثر خلاقانه برسی. یکی از مفاهیمی که اصلا پشت این بانی بوی ها هست، اون پسرایی که بعد قربانی کردن خرگوشا اون عزیزان مینگرلز به دست می آوردن، انگیزه های پنهانیه که یه نفر واسه خلق یه اثر میتونه داشته باشه. انگیزه هایی که باعث میشه اثر تو دور بشه از یه اثر ناب خلاق. میدونید چه انگیزه هایی منظورم مثلا انگیزه شهرته، انگیزه ثروت، یا اصلا انگیزه خلق یک اثر خارق‌العاده. همون باعث میشه دیگه اثرت خارق‌العاده نباشه. این بانی بوی ها نتیجه اون انگیزه های پنهانن. تو قراره یه اثر فوق‌العاده و کامل و بی‌نقص خلق کنی، ولی آخرش چیزی که دستتو میگیره یه بانی بویه. و بانی بوی ها حتی دست نداشتن، یعنی هیچ وقت آثار هنری اونقدر عمیقی نبودن. بانی بوی نمادی از اون انگیزه های پنهان توه، چیزهایی که خواستی کنترل کنی تا یه اثر هنری خلاقانه به وجود بیاری. خانم آواد میخواست در طول این داستان به این برسیم که آیا خالق مخلوق خودش رو کنترل میکنه یا مخلوق خالق رو. میخواد بگه اگه اون خرگوشی که قراره بپره تو گودال تا تو رو برسونه به یک سرزمین جادویی رو از بین ببری، سلاخیش کنی، هیچ جوره دیگه قرار نیست به اون سرزمین جادویی دست پیدا بکنی. سرزمین جادویی همون منبعی توی ذهن ما که در واقع بهش میگیم تخیل، اون سرچشمه نامتناهی که قراره بهش دست پیدا بکنیم تا یه اثر منحصر به فرد خلق کنیم. و دخترای داستان ما داشتن خرگوشا رو یکی یکی سلاخی میکردن، پس قرار نبود هیچ وقت به اون گوداله برسن. دوستان من واقعا لذت بردم از مفاهیمی که پشت این قصه بود. خود قصه خیلی کوتاه، زودم تموم میشه، ولی در کل انقدر این مفاهیم زیبا بود، انقدر زیبا خانم آواد تونسته بود رابطه خلاقیت رو با خیلی از چیزها برای ما بازگو بکنه در خلال داستانش، با نمادهایی که اومده بود، با خرگوش و بانی بوی ها و بانی گرل ها و بانی صدا زدن همدیگه و اینا به وجود بیاره، که واقعا میخوام بگم حظ بردم از تفکر در مورد این داستان. این صدای چرخ دنده های مغزم که بعد خوندن این کتاب به کار افتاده بود خیلی برام لذت بخش بود شنیدنش، و بنابراین به شما پیشنهاد میکنم هیچ جوره از دستش ندید. حالا امیدوارم کتاب ترجمه هم بشه تو ایران تا خب باز برای همه مخاطبا یه جوره قابل لمس تر بشه. امیدوارم از معرفی و نقد امروز لذت برده باشید بچه‌ها. تا یه ویدیوی دیگه، روز و روزگارتون خوش.